خب خیلی که وعده داده بودیم هر هفته روز شنبه با همین برنامه میبریم. متاسفانه امروز کمی دیرمانی شد از نگاه از سبب تکنیکی و متاسفانه امروز من خودم تنها شرکت میکنم چون مجری برنامه امروز نتوانستند شرکت کنند به سبب های ضرورت در حال اویلهشون. و امروز من از شما عذر میپرسم که بار اول به طریق مونولوگ برآمد میکنم و شاید هم کمی موردی پسند شما نباشد، از شما عذر میپرسم. خب یکم خبری که من میخوام امروز قطع شما رو با میان گذارم این اخیراً پرزیدنت روسیه پوتین یکم ایول یک قانون را امضا کرد. اون قانون تحت رقم 274 درباره تغییرات علاوه ها در قانون درباره مهاجرت و در این قانون علاوه بر همه اون مشکلی هایی که بالای مهاجران ما اخیراً سر و صداها بلند شدن که از مهاجران برای انتقال مبلغ هایشون باز انداز میبندند، یعنی 1% مبلغ های انتقال می شده شون را باز دولت به فایده خود میگیرد. و اخیراً این قانونی که تازه به امضا رسیده است خیلی مشکلی ها برای مهاجران ما چه از نگاه مالی و چه از نگاه روانی خیلی مشکل برای مهاجران ما می شود. یعنی منظور چه است؟ منظور درباره انالیز یعنی تشخیص بیماری های سرایتی از قبیل ویچ، از قبیل دیگر 8 نامگوی بیماری های سرایتی و با شمول که کووید و این هشت بیماری هر 3 ماه باید تشخیص شود. هر 3 ماه باید مهاجر مهنتی معلومات نامه پیشنهاد کند که همین بیماری رو ندارد و باز هر 3 ماه باید چنین معلومات نامه رو پیشنهاد کند. و در عموم این معلومات نامه ها در عموم 3000 اینجا خب آمده است. در عموم در مکتوبی که والنتینا چوپک به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان ارسال کرده است در آن آمده است که 3950 روبل روسی هر ماه برای همین 8 تشخیص هر 3 ماه مهاجر مهنتی مجبور است پرداخت کند. و باز به ضمن این اگر شهروندان روسیه چنین تشخیص ها رو میتوانند در دلخواه مؤسسه طبی از تشخیص گذارند، مهاجران مهنتی ما حتی مهاجران دیگر مهاجران خب توسط روادید داخل می شده به روسیه هم می توانند از دلخواه مؤسسه طبی استفاده برند برای چنین تشخیصات. لیکن مهاجران مهنتی از دولت های خب شریک استراتژی روسیه مجبور می شوند که محض از ساخروه یعنی از همون یک مرکز همین معلومات نامه رو دسترس کنند و هر معلومات نامه فورا نفورت 3950 روبل پرداخت میکنی. و علاوه بر این برای کووید هر 72 ساعت یعنی همون انالیز کووید 72 ساعت چی دارد مولت عملش است. بعد هر 72 ساعت باید باز 1000 و چند اینجا نوشته شده است 1950 روبل روسی باید هر 72 ساعت هر 3 روز باید مهاجر مهنتی همین خیل معلومات نامه رو داشته باشد. و اینجا گفته نمی شود که اگر این مهاجر مهنتی
واکسین شده باشد یعنی ام شده باشد آیا او هم مجبور است برای همین تست کووید و حقوق شناس روس والنتینا چوپک که از شهروندان کشورهای ما دعوت به عمل آورده است که به حکومت های خود مکتوب ارسال کنید و یا یک نمود فشار آورید. یعنی من دعوت میکنم از همون دیاسپورای به شمار تاجیک که نزدیک به حکومتن اونها مکتوب نویسند، دیگر شهروندان دیگر مهاجران مهنتی هم در سطح بین دولتی باید همین قانون بازنگری شود که این مهاجران مهنتی را مجبور به چی میکند؟ مجبور به قانون شکنی میکند، چون هیچ مهاجر مهنتی قادر نخواهد بود که هر 3 روز آنالیز کووید سپارد، هر 3 ماه 8 آنالیز دیگری بیماری سرایتی و در اینجا البته که فساد باز سر کار می آید و به یگان تشخیص این معلومات ها رو به سودا میزنند و این یک واسطه برای پولکار کنی می شود و این یک بینه در روزهای آخر مقامات تاجیکستان نشان داد که در سیاست خارجی خیلی ناموفق است. یعنی سرگردانی های وزیرهای قدرتی با دولت به همه ما معلوم و خب سفر اخیر پرزیدنت قرقیزستان به تاجیکستان که تقریبا یگان حجت را به امضا نرساندند، یعنی مسئله مرز باز همان خیلی ناحل ماند و ما امروز باید تمام جامعه تاجیکستان، تمام مهاجران مهنتی مخصوصا از همه راه و واسطه استفاده بریم تا دولت تاجیکستان رو مجبور به آن کنیم که با همتایان روس خود این مسئله ها رو مسئله گذاری کنند و این قانون که اصلا اجرا نشونده است، این قانون البته اجرا شونده است لیکن این قانون یعنی مهاجران مهنتی اگر این قانون مورد عمل قرار گیرد، مهاجر مهنتی مگر هم از روسیه بیرون شود یا غیر قانونی بود و باش غیر قانونی در روسیه تقریبا 100% مهاجران مهنتی غیر قانونی در روسیه میشن. از همین خاطر دوستان عزیز این یک خبر بدی است که ما اخیراً دسترس امین هفته دسترس عموم شد و خبر دیگری از تاجیکستان است که همکنون آید آن کمی مفصلتر میستیم. خب از کارمندان تکنیکی میخواهم که خب ما کارمندان آسایشگاه شاهنبری از سیاست خردمندانه راهبر دولت، پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان خیلی سرفراز هستیم که با هدایت و دستگیری های بی‌واسطه‌شان باز یک انشاءات مهم برای سلامتی و استراحت شهروندان جمهوری بهر استفاده بردن قرار داده شد. آسایشگاه می تواند برای مردم وطن عزیزمان و مهمانان خارجی خدمت نماید. خیلی زیبا صحبت کردند این خانم. با هدایت و دستگیری پیشوای معظم ملت بر سلامتی و استراحت ملت، خب آسایشگاه زمانوی به استفاده داده شد و نه مجری برنامه نه خود خب رحمانوف در اینجا نگفتن که این چی رقم خدمت رسانی می شود
و با کی این دخل دارد، کی این رو تعمیر کرد. طبق اطلاعی که ما در دست داریم این آسایشگاه رو نیز شمس الله صاحب شده است و اون تعمیری که او کرده است، او تعمیر رایگان نیست. البته که چخیلی که در روی پولکی چنک اینو مبلغ گذاری کرده ایستادن، همین خیلی دیگر در اینجا مبلغ گذاری کردن. و ببینید در تمام خود امین شاهنبری، همون یک آب شاهنبری که اینها اون رو امروز انحصار کردن، یک آب شاهنبری به مانند آب برجامی، آب نرزن در دوره شوروی که خیلی رایج بودند، تقریبا در قطار امین آبها بود و در تمام اتحاد شوروی خیلی بازار وسیع داشت. خود امین آب کفایه هست که 10 امین خیل امارت ها، پول امین 10 امین خیل امارت ها رو در کوتاه‌ترین فرصت برآورد. یعنی این یک انحصاری از دولت از طرف عائله رحمانوف شده است در اینجا و ما را باز شبکه دولتی تلویزیونی می آید و تمام شهروندان تاجیکستان را احمق می کند، گول می زند و می گوید که این با ابتکار جنابشان آمدند و این استراحتگاه را زمانوی کردند و برای خب شهروندانی که امروز حتی برای خریداری 1 کیلوگرم سبزی مبلغ نمی‌یابند، حتی برای یک گوشت تقریبا که از دسترخوان شهروندان تاجیکستان بیرون شده است و امروز همین شهروندان با همین ناداریشان خب مشتری همین خب آسایشگاه میشوند و سلامتیشان رو اونجا یک معلم میگوید که معلم در وقت مرخصیشون میآیند در اینجا تبابت گرفته، بعد با نیروی نو با کار شروع میکنند و تصور کردم که یک معلم از حساب مبلغ، یعنی از حساب مبلغ به گفت ما اتپسکنایش قدرت پیدا کرد که از بدخشان خسته بیاید به همین شاهنبری و در اینجا طول 10 روز معالجه و استراحت کند و بعد رود و بعد 10 سال قرض همین استراحتش رو سپرد. خب در اینجا باز درباره خب من میخواستم از کارمندان تکنیکی خب درباره یک اطلاع دیگری در اینجا داده شد که اونم خیلی عجیب است. 2 ایول اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات الماسی دهه شاهنبری شهر حصار جمعیت سهامی کشاده آسایشگاه شاهنبری را پس از نوسازی مورد استفاده قرار دادند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که تا آغاز کارهای ساختمانی و از نوسازی در آسایشگاه همگی 60 نفر فعالیت میکرد. اکنون بعد از نوسازی و به استفاده دادن بینای جمعیت سهامی کشاده آسایشگاه شاهنبری امکانیت فراهم آمد که در اینجا زیاده از 300 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردد. در رفت کارهای ساختمانی و از نوسازی آسایشگاه زیاده از 1000 نفر متخصص و ساکنان محلی با کارهای ساختمانی آسایشگاه جلب گردیده با معاش خوب تامین شدند. خب در اینجا از طرف مجری باز یک اطلاع رسوند به مردم که یعنی تا تعمیر تا در دستی وزارت تندرستی بودن امین کارگاه، امین استراحتگاه، آسایشگاه
تو اون لحظه ای که در دست حکومت یعنی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان بود 60 نفر کارگر داشته است و حاضر بعد تعمیر بعد خصوصی گردانی غیر قانونی آن در اینجا 300 نفر با کار دائمی تأمین خواهند شد. خب باور میکنیم که برای 300 نفر جای کار تامین میشود و آیا این 300 نفر از حساب کی معاش میگیرند؟ آیا همین شمس الله صاحبوف که تقریبا یگان تیم برای نگهداری و استفاده بری روی پولکی چنک خوجند یگان تنگه مصرف ندارد، آیا برای همین 300 نفر کی معاش میدهد؟ بنده مطمئنم که برای همین 300 نفر هم اینا رو با گفت خب محاسبان با штатне расписание چی میدارند. خب ریاست تندرستی ولایت یا ناحیه میگذارند و ریاست تندرستی از حساب بودجه دولت معاش همین 300 نفر رو البته پرداخت میکند. این 300 نفر با معاش ناچیزی که هم کسبان آنها در دیگر مؤسسه های طبی همون قدر معاش میگیرند همون قدر معاش خواهند گرفت و باقی مانده تمام درآمدهایی که از حساب میمانان خارجی البته که در اینجا بیشتر استراحت خارجی ها خواهند کرد و اون خش و تبار این رحمانوف و دیگر مقامداران که اصلا همه میدونیم که شهروندان عادی اصلا قدرت نخواهند داشت در این استراحتگاه راحت کنند. و ببینید ما و شما شاهد آن گشته بودیم که چند سال زیاده از 10 سال است که مجلس نمایندگان یک مهمانخانه رو در دوشنبه که اون رو کی می سازد؟ اسدالله حتی حسنزاده اون رو می سازد، از تمام نمود اندازه آزاد می کند و به خاطر ساختمان همین مهمانخانه چقدر مواد خب ساختمانی و دیگر مواد از طریق سرحد جمهوری خلقی چین از طریق قلمه به تاجیکستان وارد می شد و خب قاچاق وارد می شد و یگان از رسمیات نمی گذراندند و می گفتند که این برای همون چی است؟ برای همون میمانخانه است که اون میمانخانه 10 سال ساخته می شود. همین خیلی دیگر مطمئن باشد که برای تعمیر همین استراحتگاه شاهنبری هم ما اینا از انداز از تمام رسمیات انداز به رسمیات دراری و انداز آزاد بودند و آمدن. خب هر کس بینید کدام صاحبکار تاجیک راضی نیست که همین آب شاهنبری رو همین خیلی رایگان به او دیند و او برای این رو چه در داخل و چه در داخل تاجیکستان این رو به سودا گذارد و چه بیرون از تاجیکستان اون رو صادر کنند. فقط یک آب شاهنبری، ولی در اینجا از طریق این رو انحصار کردن و علاوه بر این از تمام اندازها آزاد کردن و این رو با چقدر حشمت ساخته به استفاده دادن و ما پگاه باز میگن که شما بخیلی میکنید. حتی ببینید اگر در دیگر دولت ها باشد خش نزدیکی منصبدار امکان یعنی حقوقی چی ندارد، حقوقی بیزنس حقوق صاحبکاری ندارد. بگذار این دختر رحمانوف همین خیلی صاحبکار باشد و بگذار این صاحبکاری او
چیز باشد، با استفاده از فشنگ های معمولی نباشد. بگذار این هم راضی میشن شمس الله صاحبوف، بگذار با پول خود اینا پر را با پول خود تعمیر کند، پر را تمام اندازها رو بسپارد، پر را تمام 300 نفر کارکنه که وعده کردن همه این 300 نفر از درآمد امین خب استراحتگاه معاش یابند، ولی باور کنید از حساب قرضهای خارجی، از حساب قرضهای دولتی خارجی ما راه چنک را ساختیم. امروز تا نبیره های ما اون قرضها رو میسپارند، لیکن درآمد را همین شمس الله صاحبوف میگیرد. یگان برای خب تعمیر و از نوسازی را یگان مبلغ تقریبا مصرف نمی کند و امروز باز دولت به همه ما معلوم و دولتی که چند پیش دشمن ملت تاجیک اعلان شده بود، باز اونا اومدن برای از نوسازی این را باز امضاها کردند و باز به خاطر ملت تاجیک چی گرانت به دست آورن برای این رو، چی خب قرضهای دولتی بگیرن. امین شمس الله صاحبوف یعنی دختر پرزیدنت یک تیم پول به بودجه دولت نمیسپارد و همه را به بودجه شخصی اویلا وارد می شود و با ما باز از حساب بودجه ما که همین تلویزیون دولتی از حساب بودجه ما، از حساب کیسه ما و شما خب مبلغ گذاری می شود. این تلویزیون خب دولتی باز آمده در طول 2 روز 3 روز از همین استراحتگاه یگان بار در آنجا گفته نشد که شکل مالکیت این استراحتگاه چی می شود. یعنی در تاجیکستان در از طبق قرار حکومت تاجیکستان یگان مؤسسه های حفظ و صحت، مؤسسه های معارف و مؤسسه های فرهنگی غیر خصوصی گردانی ممنوع شدند و در حالتی که فرض کردیم یک بیچاره در یک دهه یک مثال سابق کلوب های کلخوزی رو تعمیر کرد و در آنجا یگان چیز کرد، بعد چند سال این مفتشان و این پروکورورا اومده اون رو حتی پرونده کرده، اون رو جریمه بسته. یعنی چون اما قرار حکومت هست که مؤسسه های فرهنگی، مؤسسه های معارف و مؤسسه های حفظ و صحت اصلا قانونا ممنوع شده است آنها رو خصوصی گرداندن و این هم باور کنید که به طور رسمی خصوصی قسما باید شده است یا حتی تماما خصوصی نشده است، چون که همین 300 نفر کارمند این مؤسسه معاش رو البته که از کیسه ما و شما میگیرند و شمس الله صاحبوف حتی معاشی یک نفر از اینا رو هم پرداخت نمی کند. همه مبلغ های به دست آورده اش را باز به حساب های افشاری اویلا به جزیره های ویرجین روان می کنند و ما و شما شکرانه کرده باز پگاه این را یک دستاورد بزرگی دوران حکمرانی رحمانوف میخوانیم و اگر در امین خبر تلویزیون تاجیکستان که کلن به همین معرکه بخشیده شده بود یک تماشا کنید، اونجا بسیار چیزهای دیگری را خواهید پیدا کرد که خیلی باعث تحقیر شدنی هر یکی ما و شما است. خب دوستان عزیز، امروز من
خودم به طور مونولوگ یک برنامه بردم و چون هم صحبت من در این جا شرکت ندارد، من همین قدر توانستم از شما احترامانه خواهش میکنم که برای این برنامه های ما فکر در خواستای خودتون رو در همین جا در زیرنویس در شرح نویسید. می توانید با صفحه فیسبوکی بنده پیشنهاد و در خواست و سوالای خودتان رو روان کنید و در برنامه های آینده ما سعی میکنیم که به سوالای شما پاسخ دهیم و با اشتراک شما، با پیشنهادهای شما، ما این برنامه رو کمی هم باشد چیز کنیم، جالبتر برای تماشای هر یک شما گردانیم. خداوند یار و مددگار شما باد. باتون شفاف باشد همچو آب، روز و شب در دیده هرگز نیست خواب. بهر خلق خود نموده انقلاب، بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری. پرچم دلهای ما افراخته، بهر مایان این وطن را ساخته. در دل دشمن علو انداخته، هم سواری رخش سویش تاخته. بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری. فخر می سازید با نام وطن، هر کجا مردانه می گوید سخن. ارج بگذاشته به تاریخ کهن، تاجکان شد شه کتاب مرد و زن. بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری. آب تازه گشته مشهور جهان، سال رشد دهه شد ورد زبان. عید دهقان گشت عید مهرگان، کرده اید نوروز را عید جهان. بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری. نقب استقلال در پیش نظر، میکنم از نقب شهرستان گذر. نوری راغم در دلی من شعله‌ور، پرچم وحدت بگشته جلوگر. بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری. از قدوم نیکتون خاک است زر، رویتون مانند خورشید سحر. جاویدان ماند شه عالی نظر، مثلتون کی مادری یابد دیگر. بر شما زیبد وطن را سروری، شد بهشت از فیضتون شاهنبری.